کانالی که نمیخواستم اسم ببرم ولی بهتر ببرم. امیدوارم که این شخص این ویدیو رو ببینه و شکایتش رو پس بگیره و کانال من و کانال اون 10% که برنگشته برگرده. این کانال اسمش کانال یه معرفی میخوام از خودم بکنم، چون تا اونجایی که یادمه توی کانالم اون موقع که بود هیچ موقع خودم کامل معرفی نکردم. رفقا امیدوارم که بچه‌های کانال خودم ببینم. من اسمم آرشه، 26 سال سن دارم، بچه گیلانم، تو گیلان زندگی میکنم. رفقای عزیز سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و همینطور سلام میکنم به بچه‌های کانال خودم. امیدوارم که بچه‌های کانال خودم این ویدیو رو ببینن. این ویدیو فقط یه اطلاع رسانی هستش. میخواستم در مورد کانال یوتیوبم حرف بزنم، یعنی کانال آرش کد، راجع به ویدیوهای ترسناکی که من میساختم. یه مدتی هستش که من ویدیو نمیتونم بسازم به خاطر اینه که کانال یوتیوبم پاک شده، کانالی که بیشتر از 2 سالی که واسش وقت گذاشتم. اولین استارت ویدیوی من برمیگرده تقریبا به 2.5 سال قبل که وقتی که سبک ترسناک رو شروع کردم با علاقه خاصی که به سبک ترسناک دارم. وقتی که شروع کردم کمتر از 5-6 ماه کار من گرفت توی سبک ترسناک و کمتر از 5 ماه کانالم به درآمد رسید. تا به امروز الان 2 ماه میشه که ویدیو نمیسازم، چون الان مطمئنم که خیلی از بچه‌های کانال خودم منتظرن که من ویدیو بذارم، ولی متاسفانه کانالم پاک شده و از این جهت خیلی ناراحتم. واقعیتش موضوع اینه که کانال من که پاک شده، من با شرکتی که کار میکردم و اون شرکت درآمد من رو نقد میکرد، مشکل از اونجا بود که یک نفر، یه شخصی وارد شرکت ما میشه و مثل اینکه یه سری مشکلات بین اون شرکت و اون شخص پیش میاد که اون شخص لج میکنه و میره شکایت فیک میزنه واسه شرکت به یوتیوب و باعث میشه که تمام کانال رو ببرن، از جمله کانال خود من قاطی اون کانال رو بره و به باد بره. طی این 2 ماه سعی کردیم که کانال رو برگردونیم، حتی خودم شخصا به یوتیوب ایمیل زدم که کانالم برگرده ولی بر نگشت. حالا شرکتم در تلاشی که بتونه برگردونه، ولی اینطور که بوش میاد کانال من بر نمیگرده و یه سری از کانال‌های بچه‌های شرکت برگشت ولی واسه من بر نگشت. و اینم بهتون بگم که اون کانالی که شکایت فیک اومده زده به یوتیوب و کانالامون پاک شده و کانال بچه‌ها، یه سری میتونم بگم 90% بچه‌ها کانالشون برگشته، من جزو 10% که کانالم برنگشته. کانالی که نمیخواستم اسم ببرم ولی بهتر ببرم. امیدوارم که این شخص این ویدیو رو ببینه و شکایتش رو پس بگیره و کانال من و کانال اون 10% که برنگشته برگرده. این کانال اسمش کانال کیوزلند هستش. من ایمیل گرفتم از یوتیوب که میگه این کسی که این بلا رو سر من آورده و سر بقیه بچه آورده کانال کیوزلند هستش. امیدوارم که کانال کیوزلند این ویدیو رو ببینه و شکایتش رو پس بگیره تا زحمات چندین ساله من و بقیه بچه ها اصلا هدر نره. خب کانال آرش کد کانالی بودش که من خیلی واسه زحمت کشیده بودم، از صفر شروع کرده بودم، از نقطه صفر حتی میتونم بگم شاید زیر صفر. من دوباره اومدم پیش حاج خانم که سری اول که اومدم، اگه تازه وارد کانال شدین، جریان از این قراره که حاج خانم با یه قبیله جن اینجا زندگی میکنه و اون موقع هیچ کسی نبود که منو حمایت بکنه، هیچ کامیونیتی، نه استوری، هیچ، یعنی یه بابایی نبود که بیاد دست منو بگیره که بیا من حمایتت میکنم، کمکت میکنم که بیای بالا، و هیچ کسی هیچ کمکی به من نکرد. هر موجود ماورایی، هر چیزی که اینجا هستش
میخوام از طریق این آینه حضورشو به من اعلام بکنه، تو این آینه خودشو به من نشون بده اینجا. و خودم تک و تنها اومدم بالا و یواش یواش بچهای کانال خودم لطف داشتم منو دنبال کردن، طی این 2 سال با من بودن و ویدیو رو میدیدن، میدونم که کلی خاطره دارن. فقط امیدوارم که بچهای کانال خودم این ویدیو رو ببینن، صرفا این ویدیو واسه اوناست، چون در naqad o cinin qudrəti çoxdur ki, özün hər şəklə çıxartdı Ha, o edə bilər. dedik, mən adam deyirəm, mən cinəm. این ویدیو فقط واسه اطلاع رسانی هستش که چرا نیستم، چرا نبودم، چون یه سری از بچه ها توی تلگرام بهم پیام میدن که چرا ویدیو نمیذاری. جریان اینه، کانالم پاک شده، یعنی کلا محو شده. الان اسم من تو یوتیوب بخوای سرچ بکنی پیدا نمیشه. کانالم تقریبا با 8000 خورده ساب پاک شده. من سابسکرایبرام تا مرز 20000 نفر رفت و چون یوتیوب فارسی هستش و داخل ایران هستیم و تحریم هستیم، یوتیوب سابای ایرانی ها رو برمیداره و از 20000 ساب من رسیدم به 8000 خورده ای ساب. یعنی من یه خانوادی 20000 تایی دارم، شایدم بیشتر، ولی چون سابا رو برمیداره و یه سری حتی پنهان میکنه، مونده 8000 خورده ای. به همراه این که کانال یوتیوب داشتم، بالای 50000، حالا 50000 نه، فیکس 51000 من فالوور توی اینستاگرام دارم، همشون هم واقعی هستش. یه سری بچهای کانال یوتیوب هستن، یه سری هستن جدیدن توی اینستا که ویدیو میذاشتم اونا اضافه شدم. در واقع با همچین موقعیتی با 51000 فالوور توی اینستاگرام و بالای 8000 سابسکرایب توی یوتیوب من دنبال کننده داشتم و همچین اتفاقی واسه من پیش اومده. حالا اتفاقی که پیش اومده دیگه، حالا میخوام بگم که شاید سبک ترسناک من به آخر رسیده، فکر نکنم دیگه ادامه بدم. حالا این کانالم که زدم، این ویدیو رو اینجا گذاشتم، اینو میذارم تو این کانال بمونه. حالا اگه بتونم سبک جدید ویدیو بذارم تو این کانال میذارم. حالا نمیدونم که اگه ترسناکه، حالا ترسناکه بعید میدونم بتونم ادامه بدم، چون کلا به هم ریختم، نتیجه زحماتم به باد رفته و فکر نکنم سبک ترسناکه ادامه بدم. کلی خاطره دارم. یه معرفی میخوام از خودم بکنم، چون تا اونجایی که یادمه توی کانالم اون موقع که بود هیچ موقع خودم کامل معرفی نکردم. رفقا، امیدوارم که بچهای کانال خودم ببینم. من اسمم آرشه، 26 سال سن دارم، بچه گیلانم، تو گیلان زندگی میکنم. موقعی که ولاگ میساختم، ولاگای ترسناک، کلا جنگل های گیلان دست من بود. کلا میرفتم مناطق ترسناک ریسک میکردم، شونم به خطر مینداختم، ویدیو میگرفتم و میذاشتم کانال و بازخورد خوبی میخورد، بچه‌ها دوست داشتن و همینطور خودم علاقه داشتم و واسه سبک ترسناک احترام قائلم، چرا که من خودم رو جزء خانواده ترسناک میدونم و دقیقا همین نقطه‌ای هستش که به احتمال زیاد دیگه آخراشی دارم دیگه، از این خانواده میام بیرون. ولی همیشه سبک ترسناک تو یه گوشی از قلبم نگه میدارم، واسش احترام قائلم، خیلی به سبک ترسناک علاقه دارم. واسه من که همچین موقعیتی پیش اومد، امیدوارم اون بچه‌هایی که دارن سبک ترسناک رو تازه شروع میکنن و حتی اون کانال‌های بزرگی که الان دارن فعالیت میکنن و ویدیو ترسناک میذارن، امیدوارم به هر چی که دلشون میخواد برسن، به درجه موفقیت برسن. من خودم شخصا رویام این بود که حتی توی کامیونیتی من پست گذاشته بودم که عکس خودم حتی گذاشته بودم، عکسی که توی یک قسمت از منطقه گیلان من دست فروشی میکردم، عکس گذاشتم. البته هنوزم دست فروش هستم و به این کارم هم افتخار میکنم و مطمئنا این موضوع همینطوری باقی نمیمونه. من به اون چیزی که میخوام میرسم، به اون
لول درجه موفقیتی که میخوام حتما میرسم. میگه که خدا ازت یه چیزی رو میگیره، خب عوضش یه چیزی رو بهت میده. خدا، حالا نمیگم خدا، ولی کانال ترسناکم از من گرفته شده و میدونم که هیچ موقع کانالم بر نمیگرده، کانالم از من گرفته شده، ولی عوضش یه چیز بزرگتر دستم میرسه و با اون موفقیتی که دلم میخواد میرسم. تا آخرش هم ادامه میدم، هیچ موقع ناامید نمیشم. هر کسی الان جای من بود حتما یه چسنالی چیزی میکرد که آقا کانالم پاک شده فلان چیزه، ولی نه، من پوسکلوفتر از این حرفام. حالا شاید سبکی ترسناک ولی نتونم ادامه بدم، ولی از جای دیگه کارم مفصل میگیره، مطمئنم. دیگه میخوام ویدیو رو تموم کنم. منی که الان دارید میبینید بیشتر از 2 سال واسه سبک ترسناک زحمت کشیدم تا بتونم بیام بالا و هنوزم دارم میگم از نقطه زیر صفر شروع کردم. هیچ کسی نبود به من کمک بکنه، نه استوری، نه کامیونیتی، نه چیزی، هیچکی نیومد حمایتم بکنه و خودم تنها اومدم بالا. نمیخوام سرتون رو درد بیارم، همینجا ویدیو رو تموم میکنم. فعلا خدا نگهدار.